یه معامله داریم تو مرحله دوم پاس پراپ 25K روی جفت ارز یورو USD برای 7 آبان 1404 که قرار بود نرخ بهره اعلام بشه. ورودی که زدم بالات 83 صدم بود روی حساب 25K. حد ضررم 0.3% حدوداً 10 پیپ بود و حد سودم 0.5% سود بود که بازار خیلی زود این سود رو بهم داد. بعدش گفتم صبر کنم شاید سود بیشتری گیرم بیاد، ولی بازار ریخت تا 86 دلار سود. من اینجا دیگه اومدم حد ضررمو از 0.3% به سر انتقال دادم که اگه بیشتر بریزه دیگه حداقل سر به سر خارجم ضرر نکنم. ولی بازار دوباره حرکت کرد، حدوداً رفت تا 150 دلار سود و با توجه به اینکه قرار بود خبر نرخ بهره اعلام بشه، داشتیم نزدیک می‌شدیم به سشن نیویورک، ترجیح دادم خروج بزنم که اون 0.5% سودم از بین نره. برای توضیحات بیشتر در مورد معاملات، ویدیوی کامل همین معامله میتونید عضو تلگراممون شید که آدرسش رو همین زیر قرار میدم. ممنون که همراهی کردید.